قرار بود گفتم با تو گپ بزنم رو دم اول با تو بودم چرت و پرت نباشه زر وقت میکنم گپ بزنم چرت و پرت بگه با آخر تو گپ نه حق نداره چرت و پرت بگه اوکی سیه لایو شوخی میفهمی داشت پس نمیفهمی برو بیرون برو چه آدم میدم باشه مشکل نداره برو بیرون برو تو که مردم بخندم جدی نگیر دیگه کمک بفهم حالی نمیشه داخل دایرکت مثل تو میگفتم تازه ولی به مجازی کی اصلا برای چی بگمی من گفتم بیادبی نباشه مشکل نداره به خاطر من بیادبی کنه تو چی کردی به خاطر من گفتم مردم ویدیو رکورد بگیرن من میگم به خاطر من بس پسرشو میتونه گپ بزنه ولی به خاطر من چوب میکنه بخون به خدا چوب عشقی به خدا چوب باشی کسی نمیگه گونگی یاره بی کارتونو بشی دیگه تو به خدا یکم جنبه دیشته باش من جنبه دارم خیال تو راحت باشه خلاص برو خلاص شد محمد چوب کن بخون یوزرسیف گپ نزنم ازت من گفتم اگه برو من با خود تو هر چی باشه با خودتون نسبت خلاص به کسی دیگه آقا همین آدم به خاطر من هیچ چی نمیگه بخون اعمال فهمید که بزین نسبت خورد بخی رید بتر رپ خیره حال دگه نمیگه برو بخون کلم فقط قافیار خوب گوش کشین خوب دونه به دونه اوکی دیگه یوزرسیف بگیدیم ما بخون دیگه کی میتونه چه گیده شدی برو صدای خوبه پسر شاه باشه پسر شاه نیست این پسر چاه گوش کن ببین نگیرتو بکنم پر میشی مثل گلای قالی به هر طرف پرت میشی یا که بیشترت بد خواهم طرفدار دارم هر یه نفرشون حکم لشکر دارم بخوای قدم بردارم اسفالت میشی جای قبرستون آتی آشغال میشی چشمامو میبندم دیگه اینجا نباشی یعنی بعدش کاری میکنم که کار باشی من با دفع کار میکنم و تو شاهد باشی یعنی یه جورایی بگی نگی کاسب باشی اصلا تو دافت من یه نفره میخوابونم تو روی تخت دو نفره فقط به من گوش کن من شعار نمیدم به هر کی برس آقا این دیگه کیرمادی در میاره دیگه من گفتم صحبت نمیکنم ولی صحبت نکردم ببین صحبت نکردم صحبت نمیکنم نه صحبت نمیکنم ولی اجازه دارم کنم راست بگه دیگه یوزرسیف اجازه داره اصلا من گفتم من صحبت نمیکنم همین جا گناه یوزرسیف بود همین گناه یوزرسیف بود من آقا خدا بخون من تا دیر نماز باشه بیشتر نشون بدم ولی صحبت خلاص شد یوزرسیف خلاص قطع شد خلاص نشد سوما خوبی اگه عدو اصول در میاد بخندم خب از عدو اصول دلغک ها چیه ساکت چه بشه یک بشه بشه زردک بری اوکی برو بخون از وسط دوباره شروع کن از وسط که نمیشه بچین هم وسط شروع بگیری چی میگه بچین شلغم ویدیو خوبی از وسط شروع میکن تو از سر شروع کن دیگه ما دلغک نیست از من کماری برو چور ندم بچین بخون بریم برو زردک بازی خود کنار بزن دیگه برو صحیح بخون از اول شروع کنم پسرش از اول دوست داری هر دوست داری پسر تو یک بار بدی خوش نگذاشت میگه دوباره فرو کن برو ببین اگه رو تو بکنم پر میشیم تو گلای قالی به هر طرف پرت میشی یا که بیشتر از بفتم طرفدار دارم هر یه نفرشون حکم لشکر دارم بخوای قدم بردارم اسفالت میشی جای قبرس قاطی آشغال میشی شما میبندم که اینجا نباشی یعنی بعدش کاری میکنم که زیر کار باشی من با دافت کار میکنم و تو شاهد باشی یعنی یه جورایی بگی نگی کاسب باشی اصلا تو دافت من یه نفره میخوابونم تو روی تخت دو نفره فقط به من گوش کن من شعار نمیدم تو هر کاری بکنی من کنار نمیرم به پای تو بدخواهم دلار میریزم جای مسکن قرص فشاری میدم من سیگارامم فاز سیگاری میدم به بدخواهم ارزش سیرابی میدم نمیدونم پیش خودت تو چی فکر میکنی دوست داری جلو شهرام خرابم کنی اما کور خوندی در حال پیشرفتم و تو جا موندی الان تو کف من یودن باد موندی آره درسته من یه راتیم میخوام ثابت کنم که ادامه میدم اینو میدونی خودتم میرو ستاره میشم میرسم به نوک قله و سلامی میدم به حسودای دور برم نگاهی میکنم یه پاک خوش رنگ 3 تا ستاره میدم ببین این حد منه از طریق تو میرسونم صدامو به همه مرد سر خط اینا سوتهای منه
ناله کن غم درون ناله کن غم درون عمر خورتو بچگی کردی راه رفتی خلاص شد. انا بغزر بود جیگر حالی بود درد بیشتر بود یا سوزی حالی بچه تو خود به تحمل نه تعریف که ببینی بچه چقدر بره تو درده. برای من خیلی خوشم چون تو نمیگی اوکی بچه اصلا تو که خراب کنی میگه پانی خب حال خلاص شد خانه تو برو جان من برو پی دیگه خاطر که پسرشا میگه ما تو محمود جان اجازیف عزیزی مردون فرش ما خود تو باشیم ایلوی داریم پسر چا میگم سیس تیکی من اسم تو رو گذاشتم شرمنده اگه شوخی چیزی کردم خوشتابه زدم به دل نگیر چون بچه همون دیگه زدم تا جایی که خوردی بچه زدم برای تو هر جا که دوست داشتی زدم برای تو شور بود بینمک بود تروش بود شور بود هر جا بود به عرض معذرت از این پیرمرد خرابات از این پیرمرد کنکار ببخش خلاصه اگه میفهمی چور نزن بچه هیچ گپ نزن بچه جایی که پیرمرد بزنه چور نزن هیچ وقت خرابی به بار نمیاری مطمئن باش کنکار میگی توتیه 4 تا کلمه گپ گرفتم توتیه دیگه شما مثل شما بیشتر به گپ خداحافظ ساعت تو من خدافیزی کنم پسر چا جیگر ببخشیم که یک کمک فرو کرد خداحافظ تمام بیخ بچه شما تا صبح بچه خو نمیبره تو برو مکیون تو بچه بعد کاست خوردی خب یک دقیقه کامنتار وا میکنین که ببینیم بچه‌ها چی گفتم